сухан атрофи дарозтарин шаб аст. шӯҳрат инҷо дар боби вай гуфт ки инҷо сурудҳои дароз мехонданд. дар минтақаи мо бештар гурғулӣ мехонданд шаб рӯз, барое ки дароз аст, 3 соат меравад. ва мардум бо ҳила ҳам доштанд амо гурғулихона меомадану банд медохтанд. яъне вақти хӯрокхӯрии навяк чи тоза бояд беранд. инҷо махсусан дар ҳамин шабрӯз гӯшти тоза барои онҳо муҳим буд мехӯрданд. ва боз чизи илова агар аз меҳмонон бошад марҳамат ман хоҳиш мекардам ки атрофи ин суҳбат این اقدام بزرگ ما را باید نشون دهیم که بعد 1000 سال اولین کسی پیدا شد که همین کار کرده خودی مؤلف مرنامه در پیشخان می نویسد که برای مردم شاهنامه نخواند من چیکار کردم عمرنامه را نوشتم. برای همین خدمت این مرد بزرگ دانستن در که میگه ناظم هرات یک شاعر که جرأت یک مرد می سازد سپاهی را دلیر سرخرویی میدهد 1600 پیمانه را. آن خدمت بزرگ کرده است. ما باید آن همین خدمت جناب عالی را باشم که بزرگترین رخداد بود. دو رخداد در فردوسی شناسی، یکی تقدیم شاهنامه، دیوم سازمان دادن آزمون شاهنامه خوانی. ما هم در همین ردیفی که چند سال است پشت هم همین جشنها را عرفهای تاجیکی را میخوایم که زنده باشند، مردم واقعا به اون بگروند. ما چند بارها مراجعت کردیم که این کار فقط زیاییان نیست. مثلا اگر ما در اینجا صحبت میکنیم ما چند سال پیشنهاد کرده بودیم که اقلا کارخانه ها وابسته به جشنواره ها ما یک پاکتک های بسازن با نام نوروز، با نام صده، در مغازه ها ما تحفه های آماده کنن که نمی شب روز مثلا چیله است اقلا در درونش در حجم 20 سامانه وای باشد که ما بگه خانه بردیم نبیره رو دادیم الکی در فکری اون میمونه. برای چه سالی نو را اونا بسیار تیز قبول میکنن و خاطر آن برای توفر این واسماندیت در مسئله گپ درباره برگزار کردن چهاره‌بینی‌ها شد. من در صفت ماموریت رادیو تاجیکستان و شبکه‌های آن مثل رادیو فرهنگ و صدای دوشنبه و آواز تاجیک و رادیو تاجیکستان اطمینان میدیم که و باور میکنیم که ما یکی از رسانه‌ای هستیم در همین مسئله ترغیب جشن‌های ملی تشبث‌ها هستیم و عمومی کردن این مسئله ها وظیفه اولین درجه رسانه‌های ما است. من در مسئله عمومی کردن جشن‌ها را گفتم و نه یک جشن‌هایی که در خصوصا در همین سال نو بررسی میشد. مثلا شما تصور کنید کودک‌های مکتب بازوهای سالینویشون در همه ارچه آویزان کرده، مثلا حتی روبر دولت، مثلا وزیر معارف، وزیر فرهنگ، وزیر صنعت فرهنگ همون را باز کرده، همون تکلیف کشنده همون خواننده ها را مثلا گرفته با اونا صحبت کرده. یعنی میخوان که به همین جشن‌ها یک نوع شهامت بخشن، عظمت بخشن، همین جشن‌ها را عمومی کنن. من فکر میکنم در این مسئله کارها شروع شدن. خود بیامی تشبثکاری هم همین جشن‌ها پیشوای ملت خلق تاجیک و اهل علم و با گفت جناب دوله هر کسی که در همین وجود در شریانش یک قطره خون تاجیک است همین چیزا عصرهای سالهای سال آرزو می‌کردیم. بیشک بعضا همین چیزا بود که مثلا کلانترای ما میگن همین گپا را پنهانی گپ می‌زدیم برای ملت در پشتی صحنه گپ می‌زدیم، پشتی مثلا پرده گپ می‌زدیم. امروز مرحله هست که ما اینا با سربلندی، با خیلی خوب، با زبانی بلند، با سری بلند خیلی چیز عجیب معرفی می‌کنه. در صحبت ما مرمند مردمی تاجیکستان و زیبای دیف همراه شدن. سلام. خب هیچ یادت هست از این چیلکاری ها و چیله و روزهای اول زمستان و هزوم کشیده برای همین جایی که ما زندگی میکنیم بله کوهی بلند است. فکر میکنم که باز زمستان قهرتون تر زمستان به حد لازم است. اون وقت موضوع میپوشتن پیش برزن میگفتن که به اونده هیزم کار کن. باز زمستان یا عجیبش اینکه کوهی بلند ارچه میزدی، ارچه های خیلی نه ما گناهگار یفتیم چرا درخت کم شده سالی نه عمری است سالی نه افضلیت داشتن خود واژه چیله علاقه هویتی
مثلا موضع تاجیکستان عزیز ما رو باز واضح‌تر و روشن‌تر کرده است. مثل که ایران زور مثلا افغانستان و موضع هم نوروزی که مثال با ما میآیند میپیوندند علاقه همون کوهن بنیادی تاجیکستان عزیز ما در انا همین خصلت‌های مثال اصلی گفتی استاد جمالدین و استاد جانبی علاقه روی روشنی آمد یعنی که روشنی میاندازد. امروز گرفتم از گلستان یک گل ماندم رفتم چمن به دستی بلبل یک روزی دیگر خبر گرفتم از گلی نه برگی گل است نه صدای بلبل نه برگی گل است نه صدای بلبل یا ری سفیدت به منی غم زده بهتر از آن گلهای شبنم زده من به جمالت نظر میکنم خالی سیاه دانه دانه کم زده در باغ بدم که به دروازه گذشت ریمالی سرش شرب و غمالی گذشت مردم میگه ایچی تگل بکی گذشت ایگل نبد کدام ولی زاده گذشت ای سفیدت به منی غم زده بهتر از آن گلهای شبنم زده من به جمالت نظر میکنم خالی سیاه دانه دانه کم زده حکمتی که این شب روز مردم ما 1000 ساله حکمت را برای ما واگذاشته ما باید به اسرار آن برسیم یعنی ما همون نوه‌های آنهایی هستیم که هنوز 6000 سال پیش به اسرار طبیعت رسیده بودند که بار دیگر در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشاره شد هم نوروزمان هم تیرگان و همون روزهایی که ما گفتم شبیه چیله